بگو اصلا نت هم نمیخرم برات. باش. سلام عصر خیلی خوش اومد. آره من آره. چای میاره میگه برام به جاش اینترنت بخر. هوای چیه داره خازی میکنه. سلام چطوری؟ احوالت الکس؟ ماهان؟ آره یه درصدم به اینکه مثلا یه سری دوران کرونا بود، اینم خیلی بچه تر بود، خیلی کوچولو بود. بعد من رفته بودم بیرون، از این مرغ سوخاریه گرفته بودیم خوردم، حالمو بد کرده بود. حالمو بد کرده بود. بعد اومدم خونه، رفتم دکتر، گفت کرونا داری. من مسموم شده بودم و من که تو کرونا داری. بعد با ماهان و مامانش رفته بودیم، اینو گفت، ماهان زد زیر گریه. وای من پرستار دکتر مامان هر کاری کردیم نتونستیم گریهشو بند بیاریم. تا یه هفته این بچه کابوس میدید. من کرونا هم نگرفته بودم و مار خورده بودم، مسموم شده بودم.